در حالی که چند ماه از کمپین ترامپ برای مقابله با مسئله مهاجرت میگذره، به اتفاق خیلی جالب توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد. این خانم یعنی کارولین لویت که مردم زیادی روش کراش دارن، زنداداشش گیر مامورای اداره مهاجرت افتاد. برونا فریرا که از قیافه و همه چیزش معلومه که برزیلیه، میگه یه روز داشتم با عجله از خونم تو ماساچوست بیرون می اومدم، حتی بند کفشام هم نبسته بودم، چون عجله داشتم خواسته بره بچه‌شو از مدرسه برداره. یهو وسط راه مامورای مهاجرت بهش گیر میده، بازداشت میشه و 26 روز رو در بازداشت اداره مهاجرت میمونه و در نهایت آزاد میشه. وکیل برونا فریرا که خیلی خوشحاله داره با CNN مصاحبه میکنه، میگه برونا با برادر کارولین لیویت رابطه داشت اما سرانجام نرسید. اونا یه مدتی نامزد کردن، یه بچه هم داشتن. اونا فکر میکردن دارن به سمت ازدواج میرن، اما انگار در نهایت داداش مایکی کارولین رفته مخ یکی دیگه رو زده. وکیله میگه برونا با خانواده لیویت هیچ مشکلی نداره. میگه اون حتی به جای خواهرش کارولین رو به عنوان مادرخوانده بچهش یعنی مایکل جونیور انتخاب کرد. کارولین لیویت هنوز واکنش علنی به این قضیه نشون نداده.